هیچ منطق و نقشه قبلی پشت کارش نداشت. توی فینال تقریبا یه طرفه 82 همه مطمئن بودن که اونا قهرمان میشن. اما بعد از گلزنی با تمام وجود دوید و شادی کرد. جوری فریاد میزد که انگار یه گل تعیین کننده دقیقه 90 زده. بعد از سالها بازی در یوونتوس در شرایطی به تیم رقیب رفت که میگفتن در پایان بازیش بهتر بود اسطوره تورینیا باقی میموند. داستان مارکو تاردلی ماجرای یه فراره که همون اولش برادر بزرگتر از کوچیکتره میپرسه خب حالا که فرار کردیم نقشش چیه؟ کوچیکه میگه هیچی، فقط باید بهترین کاری که از دستمون برمیومد و انجام میدادیم. زندگی حرفه‌ای مارکو تاردلی پر از تصمیمات غیر منطقیه. خیلی از یوونتوسیا بیشتر از سالهای بازیش در یوونتوس رفتنش به اینتر رو به یاد میارن و اینتریا از یادآوری اصرارش برای نخواستن پیرلو هرس میخورن. اما انگار پسر روستایی اهل کارجینه از 14 سالگی با فلسفه لوک خوش دست زندگی کرده بود. توی هر شرایط و با هر محدودیتی یه کاری کن که دنیا رو تکون بدی، یه کاری کن که اون لحظه رو موندگار کنی، حتی با پای بسته بهترین کاری که در لحظه از دستت برمیاد و انجام بده. انگار توی پستای دفاعی دست و پاشو بسته بودن، اما از همونجا هم بهترین کاری که بلد بود و در لحظه انجام داده بود. با گلایی که هنوزم که هنوزه مردم دنیا توی فهرست زیباترین گلای تقابلا اونو بیشتر از خیلی از ستاره‌های همدورش به یاد میارن، حتی بیشتر از انبوه افتخارات همراه بزرگترش یعنی تراپاتونی. حکایت مارکو تاردلی نقل لوک خوش دسته که یکی دربارش گفت اونا اگه فقط خنده هاشو دیده بودن هیچ وقت اینقدر اذیتش نمی‌کردن، یا اینکه اینتریا و یوونتوسیا اگه شادی بعد از گلای کم تأثیرش رو دوباره به خاطر بیارن هنوزم که هنوزه دلشون برای مارکو تاردلی تنگ میشه.